چون احترام به نسلانت خود نداره، ملتزم به نسلانت نیست، ذبح از وان با صحیح نمیشه. این موضوعاتی بود که امروز ما و شما دوچار این گپا هستیم که چیزایی که از خارج بر ما میاد چه قسم است. و موضوع به حال النسب این دیگه انواع ذبح است. عربا در گرد و بر خانه کعبه 360 تا سنگ نصب کرده بود. البته او سنگا بعضیش منقش و بعضیش غیر منقش بود. اگر یک چهره برش نقش کرده بود اونو را به نام صنم یاد میکنه، بت. اگر چهره را دش نقش نکرده بود او را نسب میگه، انصاب برش میگه. و عربای در زمان جاهلیت برای تعظیم می آوردن حیوان به نام از یا ذبح میکرد، باز حتی خونی حیوان هم در او سنگا میمالید. اینی را نسب میگه، یعنی کدام حیوانی که ذبح کرده میشه بالای نسب، یعنی او سنگایی که برای حاجت خویی مقرر شده. پس امروز کدام حیوانی که در سر قبرها حلال ذبح میشه ایام حرام است، ولو که در وقت ذبحش بسم الله الله اکبر میگه، لیکن قصد تو تقرب است، نزدیکی جستن برای امو قبر است. از امو خاطر مردم ها را میبینی که کسی بزغاله را میدوانه، کسی مرغ. ما براتون قصه کرده بودم، در پاکستان رفتم یک زیارت در طرف نظامپور، میگه کریم بابا روزهای چهارشنبه مرغا می آمد که پرسان نکن، و ملنگش 40 دانه بز داشت، 40 دانه زیارت. اینطور حالات بود. الله رحم بکنه. یعنی واقعا که علما خدمت نمیکنه، دین به مردم نمیرسانه، مردم ببینی یعنی بالکل خفه شوی که یا الله این چی حال است. این مردم سبا میموره، این کدام طرف روان است، در جهنم یا در جنت؟ این مردم الله را نشناخته، یک تا پرستی الله را نشناخته، بسیار مشکل است. این حالت ها فعلا هم وجود داره. در زیارت ها مرغا را اینطور میبینی کلش برای تقرب امو زیارت برده میشه، ایام حرام است. چرا؟ موضوع به حال النسب است. و ان تستقسموا بالازلام، که شما قسمت خدا بخواهی توسط تیرا. این چند صورت داره. یک صورت است پیسه را مشترک جمع میکنیم، بعد از او باز مثلا 10 نفر هستیم، کلی ما مساوی پیسه را پرتافتیم، هر کدام ما 10,000 افغانی را پرتافتیم، 1 لگ افغانی شد. 1 لگ افغانی 1 دانه گوی بزرگ کلانه گرفتیم. حالی که تقسیم میکنیم توسط تیر تقسیم میکنیم. در اونجا قطع مجاوره کعبه تیرا می بود. در یک تیر مثلا نوشته بود نصف، در دیگه ثلث، در دیگه ربع، در دیگه محروم، در دیگه محروم. امید 10 نفر در نام هر کدامش تیر کشیده میشد. باز یکی نصف گوه میگرفت، یکی ثلث، یکی محروم، دیگه محروم. اینی را استقسام بالازلام میگه که توسط تیر قسمت خود معلوم میکنه. یکی هیچ نمیگرفت و یکی نصف گو. 10,000 افغانی را داده بود، دومی 3 گو برش میرسید، حالی چی را گرفته؟ نصف گرفته. اینی معامله فعلا در این بانکا و در این گپا فعلا وجود داره. تکت لاتری کلگی 10 روپا میگیره، لیکن آخر برای کسی این یک چیز میره، این عامات نیست، این قمار است. این استقسام بالازلام است. همچنان امی صندوقا را که بس اوقاتی شبکه های چیستا فاسد هم همینطور کار میکنه. امی شبکه های موبایل میگه اشتراک بکنید در اینمی، باز اینی قدر چی میبره؟ جایزه میبره. این جایزه نیست، این سود است. چرا؟ با مجردی که تو پیام میفرستی 10 روپیه تا میخوره، میگه که قیمت پیام 10 روپیه است، تو در 10 روپیه شریک شدی، پس آن باز اون 1 لک روپیه برات میبره. اینی استقسام بالازلام است. چرا که قرعه اندازی میشه برای تو این قدر مردم دیگه هیچ چیز نشده، برای تو یک میبره. مردم ما خو فکر نمیکنه یا انواعی که صبوری را سر ما کرده، یعنی اینطور کرده ما را در بدر کرده. خود 10 میلیون نفوس کارت موبایل داره، هر کس به نیت ازی که تو باش من 1 لک روپیه ببرم، کلشان پیام روان میکنه. از هر کس 10 روپیه را گرفت، 10 میلیون 10,000 بیده کنه چند میشه؟ بگوی 100 میلیون شد. 100 میلیون روپیه را گرفته، 1 لک روپیه را باز ما به مردم میده، چند میشه؟ 9 میلیون و 9 لک افغانی را خودش گرفته. یا اینطور دزداست به انواع گوناگون ما را در بدر کرده. قرضه برات میفرسته، میگه وقتی که پولت خلاص شد از ما قرض بگی 20 روپیه، دیگر روز که کارت پرتی چند پس پیشید دور بده 25. سود است. به نام جوایز و انعامات اینی کارا را کرده است. چی میگه؟ اینی قدر عدد اینی پیام بفرست، کارت بنداز. چقدر کارت بندازم؟ 2.5 کارت بنداز. باز بعد از او برای تو جایزه میبره. این جایزه نیست. تو در 2.5 روپیه شریک کردی خود در این قمار و بعد از او اون چیزی که برات خب پیسه انگفت انداختی، دیگر روز مچم که برای تو میشه یا نمیرسه.
انواع قمارا را این مردم سر ما زد و جیبای مردم خالی خالی کرد، کم کارا نکرده. این کلش در استقسام بالازلام داخل است. دیگه مثلا در اینجا وان تستقسم دیگه صورت اینطور بود که میخواستن میرفتن یک کار کنه یا نکنه، پیش مجاور کعبه میرفتن میگفتن سیکو که بکنیم یا نه. او دو سه تیر داشت، سه تیر، یک تیر میگفت که امرنی ربی، دیگهش گفت نهانی ربی، دیگهش بگه هیچ چیز نبود. اگر امرنی ربی می بود اما کار انجام میداد میرفت. الله متعال این حرام کرده. و اگر میگفت که نهانی بس من نمیشه. اگر چی می بود که هیچ کدامش بود ساکت بود، باز دوباره منداخت شور میداد، باز میکشید که کار بکنه یا نه. این دوم صورت بود. سوم صورت این طور بود، استقسام بالازلام. سوم صورت این طور بود که یا چی میکردن وقتی که اراده کار میکردن گفت سیکو تو برما تیر بکش، که تیر چی برما بیان میکنه. دو تیرا نوشته بود خواب خراب یا مثلا اینی طور گپا. اگر خوب میبرامد اون خلاص کار میکرد، اگر میگفت خراب باز نمیکرد. در اونجا امر بود، در اینجا مسئله خوب و خراب بود، یعنی فال خدا میدیدن. کلی مسائل چی هسته بگوی حرام است. ان تستقسموا بالازلام، کسایی که آل فعلا در پیش کاینا و ساحرا و جادوگرا و این دعا میره و اونجا فال خدا میبینه. باز چی میگه فال ما را خدا قرآن سعی میکنه. در قرآن فال جایز است. و بدبخت فال در قرآن در کجا آمده؟ پیغمبری کار کرده، اولاد سیدم خدا گرفته، خدا معرفی میکنه سید کنر هستم. این بدبخت تو سید کنر شده میتانی؟ عجیب گپ میزنی، دروغ نگو، مردم فریب دادی. کی صبور تو گرفتی مردم تبا کردی. فالا مالا نیسته. کسی که برای فالبین میره و اینمی طور تالی خدا سعی میکنه که ما چی رقم میشم. اکثری بچه و دخترها این جوان خیلی پشتی که ما کی برام نصیب میشه، که چی طور میشه. این کلش غلط است. علم غیب غیر از الله دیگه کس نداره. کسی که در پیش اینطور مردم میره اگر تصدیقش نکنم تا 40 روز الله نمازش قبول نمیکنه، ثواب سر در نمازش نمیده. اگر تصدیقش بکنه فقط کافر شده به او کتابی که بالای کی نازل شده، محمد رسول الله صلی الله علیه و توبه بکشه، ایمانش تباه میشه، اعمال نیکش برباد میشه، هیچ چیز برش باقی نمیمانه. اما امروز مردم در راه نشسته این دعا ببینین، نه نماز نه روزه، برش نشسته، برش میگه تو اینطور میکنی. اگر این بدبخت از تالی خود خبر می بود از فال چرا در این راه ها بوده؟ کی می نشست؟ در بدخیل میگه در طرف سواد دیر از مالاکند که طرف چپه میشه. یک روز آمدم در سری پل ماکم گرفت مرا، تو بشی. ما گفتم بخی تو خود از خاک خود بخیزان، باز مرا بگی بشی. گفت برو که دیگر را خبر میشه. دیگر را گفت تو بیدار بکنی. حالی بزرگ ای میکرد. این بدبخت ها همینطور است. مردم بیچاره در هر خس و خاشاک دست پرتافته رایی میباشه. علت چیست؟ ضعف ایمان است. عقیده به تقدیر ندارن که الله در تقدیر ما کدام چیز نوشته کرده برایم خیر است، ما به او اکتفا میکنم. خلاص از او خاطر هر طرف میدون نعوذ بالله به خس و خاشاک دست میپرته. ذالکم فسق، اینمی فسق است. در ذالکم باز دو نظری مفسرین. کسی میگه تنها استقسام بالازلام و ذبح علی النصب است، این برآمدن از دین است. لیکن قول راجح است که نه، کل محرماتی که قبل تیر شد با کلش ذالکم حلال شمردن اینی محرمات فسق خروج از دین است، کفر و شرک است. یعنی اگر عقیده حلال بودن بکنی کفر و شرک میگرده، اگر حلال بودن نکنی دیگه گناه کبیره خواهد است. الیوم یئس الذین، امروز الیوم دو مطلب داره. الیوم اینمی امروز کدام روز است؟ آیتی که اینمی آیت که نازل شد پیغمبر علیه السلام در عرفات بود، سر ناقه قصوا سوار بود. الله متعال آیت روان کرد الیوم اکملت لکم دینکم، قطع اینمی آیت یک جای آمده. دیگه مراد از روز امی روز عرفه است. امی روز عرفه روز جمعه هم بوده، بعد از دیگر بود. پیغمبر علیه السلام سر ناقم سوار بودونه. اینمی آیت ها سرش نازل شده. دیگه مراد از الیوم امی روز، یا است که الیوم پس از اینمیالی از این ساعت به بعد. تا اینمی ساعت هم مشرکین ناامید نبودن، فکر میکردن که یا چی میشه، شکست میخوره نعوذ بالله، یا است که یا پس در دین ما میگردن. نه، چرا؟ او روزی بود که پیامبر علیه السلام 1 سال پیش به علی رضی الله عنه و ابوبکر رضی الله عنه کردو را چی اعلان کننده حج مقرر کرده بود
و اعلان کرده بود که سال آینده اینجا مشرک دیده نشود، طواف لج بگوی نشود، نه مشرک شریک شود و نه مراسم جاهلی ادا شود که طواف لج نمودن است. از او خاطر پیامبر اسلام در سال چی در حج نرفت، در سال دیگهش در حج آمد که حجت الوداع است، آخری حج پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. دیگه حج فرضی را ادا نکرده، هم یک حج است دیگه. الله متعال میفرما از این میالی یئس الذین، ناامید شده و کسانی که کفر و کافر هستند، یعنی دیگه ایج نو امید ندارن که یا غالب بیاید، بلکه همیشه مغلوب هستند. من دینکم، یا از دین شما، یعنی اگر یا آرزو داشتن که دین شما محو میشه، مغلوب میشه، بعد از این تا این میالی را یا ناامید نبودن، آلی ناامید شدن. یک، یا ناامید شدن من دینکم، از دین شما، یا در این فکر بودن که دمو چی بر رسومات جاهلیت شاید شما عمل بکنی یک چیزی ترمیم در دینتان بیاره. نه نه نه، آلی یا فهمیدن که دیگه ای گپا قطعا باقی نمیماید. فلا تخشوهم، پس وقتی که آلی یا ناامید شدن، فلا تخشوهم، شما نترسی از این مشرکین. اینطور نه که دین شما محو یا تلاش میکنه محو کرده میتونه، قطعا نمیتونه. واخشونی، از من بترسی، مخالفت احکامی مرا نکنه، پابندی دینی مرا بکنه، شما را الله عزت میده. الیوم، این امروز که جمعه است، عرفه است، پس از نماز ظهر و عصر یک جا خوانده شده در عرفات حجت الوداع، اکملت لکم دینکم، کامل ساختم برای شما دین شما را. اینجا مراد قطع وحی نیست که بالکل وحی دیگه بند شده، بلکه مراد پوره شدن دین است. یعنی کدام فرایض و احکام تشریعی را که الله متعال اراده کرده بود که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم برسانم، از قبیل حلال و حرام یا حدود، کل شیء الله متعال نازل کرد و چیسته بعد از این دیگه وحی هم آمده، اما متعلق حلال و حرام نیست، متعلق حدود و فرایض نیست، بلکه اینجا اعلانی عزیز که دین شما را کامل کردم، احکام تشریعی که من خواسته بودم که تعلق به حلال و حرام و فرایض و حدود داشت، این را براتان تکمیل کردم. دینکم گفت اکملت، ما کامل کردم، لکم، برای شما، یعنی تکمیل دین به منفعت شماست. الله هیچ کدام فایده از این چی توقع نداره و نه ضرورت به این فایده ها داره، این برای خودتان است. دینکم میگه دین شما. دین چی را میگه؟ مکمل تسلیم شدن به احکام الله متعال و این تعلق به خودی بنده داره، از این خاطر اضافت دین به کم کرده. یعنی دین آلی عملی کردنش، بگوی با پای استاد کردنش، خب تطبیق کردنش کاری شماست، دین شماست، شما ای را در سر رسانده میتونید. خب و اتممت علیکم، و تمام کردم، یعنی بینمی تکمیل کردن اسلام، تمام ساختم علیکم برای شما نعمتی، نعمت خدا. مراد امین نعمت دینی است، چرا که احکام و مسائل و حدودی که الله خواسته بود که سبب سعادت و نیکبختی مؤمنان میشه و نظام زندگی و حیاتشان برقرار میشه، این را مکمل کرد. و رضیت لکم الاسلام دینا، نعمتی گفت، نعمت اضافت به خود کرد، چرا؟ به خاطر که نعمت از جانب الله متعال است. و رضیت، راضی خوش ساختم یا چی برگزیدم، لکم، برای شما، الاسلام، نظام اسلام، آیین جاودانی و چیست؟ آیین جامع، دینن، یک نظام براتان ساختم، این همی دین شماست، دیگه دینا نداره. در اینجا چرا اینطور میگه دین اسلام خود دین از هر روز کامل است، هر روز. چرا اینجا میگیم آلی کامل کردم؟ نه، تا او وقت که الله متعالی وحی را نکرده بود احتمال نسخ احکام موجود بود، شده میتونست چیزی زیادت یا کمی در احکام الله متعال بیاید، لیکن توسط این آیت الله اعلان کرد که دیگه موضوع نسخ و گپا موجود نداره. ابن قیم رحمت الله علیه او میگه فرق در بین اکمال و اتمام وجود داره. کدام چیزی که مقصدش پوره شد، کدام مقصد که از او اراده شده بود اونمو پوره شد، این را اکمال میگه، و اتمام این را میگه که به چیزی دیگر ضرورت نمیمانه. پس در اینجا معنای است که ما برای شما دینتان کامل کردیم، یعنی کدام قصدی که الله کرده بود اما قصد تکمیل شد. چرا؟ الله خواسته بود مراحل انسانیت در مرحله آخر دیگه برسانه، از همون خاطر بعد از این امت جدید دیگری نمیاد،
تغییرات نمیه، نه در نظام نه در دین. این دین جاودانی است تا آخر را باقی میمانه. از همون خاطر پیشرفت ها و ترقی کلش وابسته به این امت است. از همون خاطر تمام تجدیدات که شما مشاهده میکنه در هر عرصه زندگی انسانی، این کلش نصیب امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم شده. چرا که الله کدام هدف خواسته بود او را تکمیل کرد و بعد از او به هیچ چیزی دیگری ضرورت باقی نمیمانه. پس اتمام ایمانا که دین تکمیل است، با چیزی دیگه ضرورت نیست. مردمایی که نعوذ بالله در دین بعضی چیزا را میکشه، میگه یام ثواب داره، یام کاری خوب است، میلاد است، جمعه است، سالپورگی است، چیست، روزه گرفتن 15 شعبان، نماز خواندن شب شعبان، 15 نیمه شعبان مثلا. این بدعت ها را اگر کسی انجام قضای عمری که در رمضان میکنن یا کلش از جمله بدعت است. چرا که الله دین تکمیل کرده، تمام شده، ضرورت به دیگه چیز نیست. او نعوذ بالله اگر تو بدعت میکنی خب باز معنی الله را تکذیب میکنی که الله گفته دین تکمیل شده، تو میگی نه یک پرزش باقی مانده. میلاد هم در جزء دین شامل میکنیم که ثواب داره. دوم است که اعتراض یا انتقاد به بالای پیغمبر میکنی، نسبت خیانت به پیغمبر میکنی. چرا؟ تو میگی که پیغمبر اینی کاری خوب نه برای ما بیان کرده، پنهان کرده و نه چیست میفهمید. نعوذ بالله نسبت جهل به پیغمبر میکنی، نسبت خیانت هم میکنی و میگی کی کار خوب است. این گپ قطعا درست نیست. دیگر فرق ابن قیم رحمه الله میگه که اکمال دین در اصول است، یعنی در اصول چیست، در اصول دین تکمیل شده. مراد از اتمام چیست؟ یعنی در فروع. یا است که چی اکمال در ذات میه و اتمام در صفات میه. یا است که چی میگه اکمال در احکام میه و چی اتمام در کیفیت میه. احکام الله که کدام کیفیت اراده کرده، نحوی عبادت، مقدار عبادت، زمان، مکان عبادت، این مکمل تکمیل شده. پس از او خاطر ما که بدعت میگم دو قسم بدعت، که بدعتی چی است؟ حقیقی است که اضافی. حقیقی همون بدعت میگه که شی خود اصلی شی وجود نداره، تو پیدا کردی، مثل میلاد داره. او اضافی او را میگه که اصل شی وجود داره، کیفیتش تغییر دادی، جایش تخصیص دادی، زمان تخصیص دادی، مقدار تخصیص کردی. از او خاطری را بدعت اضافی میگه. خیرات و صدقات و دعا وجود داره، اما کیفیت خاص برش مشخص کردن بعد از نماز، باید اجتماعی، این بدعت است. یا تخصیص روزه، پشت مرده صدقه کردن بالکل درست است، هر وقت درست است، لیکن تو روزه خاص کردی، سیوم جور کردی، طعام خاص کردی، حلوای شام جور کردی، در چپاتی میبری این در سر قبر، هیچ چیزی دیگر نمیبری، اونجا ببر. در جای از اینکه نان میبری اونجا خواب اما چیست از بازار خریداری کو کریتا اونجا ببر. نه، طعام خاصه، تخصیص در طعام، تخصیص در وقت، در زمان، اینی گپا است. خیرات و صدقات هر وقت است، لیکن تو جمعه را به طریق ختم پیش برده راستی، دیگه صدقه را برش نمیکنی، سال پورگی داری، باز چلی داری، این کلش در دین نیست، این بدعت است. از همون خاطر امام مالک رحمه الله میفرماید که هر کسی که بدعت ایجاد میکنه در حقیقت انتقاد بالای پیغمبر داره، نسبت خیانت به پیغمبر میکنه، نعوذ بالله. چرا؟ به خاطر کی کار ایجاد میکنه، میگه کی موجب ثواب است. پیغمبر خو یک کاری ثواب نگذاشته که برای امت بیان نکرده باشه و یک کاری گناه هم پیغمبر نگذاشته که بیان نکرده باشه. تو حالی یک چیز میکشی میگی کی ثواب داره، معلوم شد که نعوذ بالله انتقاد سری پیغمبر داری که پیغمبر یا نمیفهمیدی کاری خوبه یا میفهمید پنهان کرده، نسبت خیانت برش میکنی و تکذیب الله متعال میکنی. از همون خاطر امام مالک رحمه الله میفرما فما لم یکن یوم اذن دینا فلا یکون اليوم دینا. چیزی که در اون روز دین نبود امروز او چیز دین شده نمیتونه. چرا؟ کل دین تکمیل شده و دیگه هیچ پرزش باقی نمانده. و اتممت علیکم نعمتی، تمام کردم، پورا کردم بالای شما نعمت خدا. بزرگترین نعمت نظام است، همین دین است که الله برای ما نصیب کرده. و رضیت لکم الاسلام دینا، خوش کردم برای شما، انتخاب کردم برای شما اسلام من حیث دین. اسلام کدام دین میگه؟ تسلیمی مکمل برای الله متعال.